اینجا از خرسالترین اشتراکچی در برنامه ما قرار دارند که از استعداد سخنگویی آن کس و از استعداد شعرخوانی آن کس همراه آگاه میشیم. مرحمت خود را آشنا کنیم. من مجیدزاده مریم رستم، من 7 سالمه باشم. ای جان فدای فرزند، ای مهربان نماچه، پیوندی جان نماچه، ای قهرمان نماچه. شکری خدا که هستی، چون سایه بر سری من، مثلت کسی نباشد، آرامی جان نماچه. دستی مرا گرفتی، حرفی بده نگفتی، تا خفتنم نخفتی، ای دل ستان نماچه. دیدی عذاب قسمت از دست طفل گریان، آواز زد بر من تا کهکشان نماچه. من حق خدمتت را هرگز ادا نسازم، بخشا مرا که امروز خود ناتوان نماچه. با مهربانی زادی فرزند کوچک خود، گر قدر تو ندانم نامهربان نماچه. مادر اولین دعا، اولین مهر و آخرین پناه در زندگی ماست. دل مادر بهشت است که در آن همیشه جای فرزند هست. دعای مادر دیوار نانمایان است که فرزند را از هر بلا نگاه می دارد. مادر شخص است که حتی دنیا با تمام هستیش جای او را گرفتن نمی تواند. مادر جان قربان وجودت که وجودم زی وجودت با وجود آمده است. آچه دستان تو دائم با دعا، آچه آژنگ رخت حرف خدا. زیر این چرخ فلک هیچ گهی نشوم کاش من از آچه جدا. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم. آچه ای آچه جان، گرد دامان تویم. خسته لیک نمیگویی به کس، تو به معراج سرانجام نفس. به تو ای آچه که خسته من، این جهان تنگتر است حجم قفس. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم. آچه ای آچه جان، گرد دامان تویم. آچه دامان تو یک پاره بهار، آچه چشمان تو یک خانه شرار. التجا میکنم ای وای خدا، سایه غم بسر آچه نیا. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم. آچه ای آچه جان، گرد دامان تویم. تشکر مریم، خیلی زیبا. و گفته می توانید که اینقدر شعرخوانی و شعر ازبرکنی را به شما کی آموخت؟ مادر جانم. خب بهترین است و احسن به مادر شما. می توانید با 4 مثل شعر دیگر در ستایش مادر صحبت خود را به پایان رسانید؟ در گلستان ادب آموزگارم مادر است، بعد رب العالمین پروردگارم مادر است.
من که شاگردی دبیرستان عشق مادرم، اولین معشوق من در روزگار مادر است. تشکر مریم، سلامت باشید. و بینندگان عزیز، مریم حالا 7 سالند و امسال در سال 2026 قدم های نخستین خود را به مکتب میانه میگذارند. اما شما الکی از استعداد او آگاه شده و ما تمنا میکنیم که مریم بانو چنین یک سخندان و سخنور شوند و برای ملت و دولت خدمتگزار باشند.